شام بخیر عزیزان. این روزها در دوشنبه هوا خیلی سرد است. چند سال آخر زمستان ها اونقدر سرد نمی اومدن و این روزها هم هوا سرد است و هم تعطیل زمستان های کودکان هست و من برای آنها نانی دوست داشته اشان را تیار میکنم. ما این را نانی گوشتی مینامیم در خانه، در حالی که در داخلش غیر از گوشت هر چیزی که میخواهید میتوانید اضافه کنید، ولی به هر صورت در خانه نامش با همین مشهور شده است که نانی گوشتی. شاید آن نام دیگر هم داشته باشد و شاید شما طرز اصول دیگری تیار کردنش را دانید. شما هم بنویسید، از یکدیگر میآموزیم و حالا من طرز تهیه خودم را پیشنهاد میکنم و امیدوارم که آن مورد پسند شما قرار میگیرد. قبلا عرض سپاس برای دستگیری هایتان. تشکر زیاد. گوشت رو من با دست ریزه کردم و نظرم این خیلی بامزه تر می شود، ولی شما اگر خواهید می توانید از چرخ گذرانید. اینجا 3 زباله خمیر هست. بله، این همون خمیری همکاره هست که ویدیوش در صفحه هست و ما از اون بسیار چیزها رو تیار کرده ایم. خوب زباله رو تنوگ میکنیم، بعدا با اون روغن میمولیم، هر روغنی که خودتون پسند است، و بعدا گوشت و پیازی آمیخته کرده و مرچ و نمک کرده رو بر روی زباله امون میمولیم و اون رو به مثل که سموسه رو میتوبیم همون گونه توب میدهیم و میگذاریم که نیم ساعت دم گیرد. بعد نیم ساعت لاله رو 3 روغن میکنیم و زباله رو میگذاریم، اون رو پهن میکنیم و بعدا با طرز دلخواه آرایش میدهیم و از رویش یا تخم میمولیم و کمی کنجد و یا سیاه دانه وابسته به خواهش و در حرارت 200 درجه در مدت 30-35 دقیقه در تفتون میپزیم. اینجا که 3 زباله بود، من زباله یکم رو با گوشت و پیاز، زباله دیگر رو با پیاز و کبوتی و زباله سوم رو با پیاز و سیب زمینی کردم. شما میتوانید از هر چیزی که به خودتون پسند است از آن استفاده کنید. خب نانهای ما آماده شدن و همون گونه که گفتم میتوانید در داخلش هم گوشت و پیاز یا حتی کرم، کدو، عموما هر چی که در اختیار دارید داخلش رو میتوانید پر کنید. یکی از این نانها رو من تنها پیاز و کبوتی کردم. شخصا به خود من بیشتر همونش پسند است. اینجا یگان محدودیت نیست. یا قلنفور رو دوست می‌دارید، تیز دوست می‌دارید، هر نوعی که دلتون می‌خواهد داخلش رو پر کنید. در همه صورت خوشمزه است و ببینید داخلش چگونه خوب پخته شده است. من حاضر قبط‌های داخلش رو هم نشون می‌دهم و مرحمت ببینید و امیدوارم که این دستور پسند شما اومد و حتما آماده کنید برای اهل خانواده خود و در این روزهای سرد نوش جان کنید با چای گرم. تا ویدیوی دیگر، دستور طعام‌های دیگر، خداوند نگهبان ما و شما باشد. شبتان خوش.